اخیراً مورخ قرغز قیوس مولوقوسیموف ادعا کرده بود که چورک قلمرو تاجیکستان کنونی سرزمین‌های قرغیزی است. او از جمله مرغاب و لخش را سرزمین‌های اصلی مردم قرغز نامیده ادعا کرده گفت که حتی خوجند نیز مال آنهاست، چون که نام خود این شهر و مناطق اطراف آن هم ریشه‌های ترکی و قرغیزی دارند. اما دانشمند تاجیک دکتر علم‌های زبانشناسی نورعلی نورزاد در یک پاسخ مفصل دعواهای مورخ قرغز را به استثنات به مخزهای تاریخی و پژوهش‌های دانشمندان معروف جهانی و مثل بارتولد و حتی با تکیه به مجموعه التواریخ که مولوقوسیموف نیز همچون یک دلیل اساسی برای اثبات دعواهایش به آن استناد میکرد باطل برآورده است. نورعلی نورزاد می نویسد هرگز نامواژه‌های خوجند و اطراف آن قرغیزی نبودند. دانشمند تاجیک امین طور این را که هیچ یک پاره از خاک تاجیکستان زمین قرغیزان نیست حقیقت بی‌بحث مینامد. بحث‌ها بر سر به که تعلق داشتن این یا آن سرزمین بین تاجیکستان و قرغیزستان بعد مناقشه خونین پایان ماه اپریل در مرز دو کشور که 55 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت اوج باز هم بیشتر گرفته است.